بازم سلام دارم به خدمت شما بینندای عزیز. طوری که شما مشاهده میکنیم ما آمدیم داخل یک خانه که یک همشیری بسیار ناتوان، ضعیف، پریشون در کنار ازی که شما نگاه کنیم آسا از اینا که به خدا اشک آدم میریزه که اینا معیوب هم هستم. خب از طرف دو برادر از کشور آلند به نام یوسف جان و یونس جان که دو برادر هم مبلغ 200 یورو که ما خورد کردیم، 18,000 پول افغانی شد که به 3 فامیل ما اینا رو خرید کردیم، یعنی هر فامیل 6,000 افغانی. 16 قلم جنسه که 16 لیتر روغن و بوجی برنج و رب و ریکا و کشک و 2 رقم چای، شکر، نمک، دشلمه، پودر، حتی پیاز، کچالو، بانجون رومی، دیگه ماش، دشلمه، نخود، عدس، لوبی، دیگه همین جنس ها هست که مشاهده میکنیم، مکرانی. اینا رو گرفتیم که هر خانه هم دقیق مرتب 6,000 افغانی شد بدون دلیل و دلایل. 6,000 افغانی شد که ما آوردیم از این همشیره میدیم. تشکری میکنیم از این دو برادر، واقعا نیکی کردم، واقعا. البته یکی دو بار دیگه همی تلفکا کمک کردم. مادر جان صحت شما خوبه؟ شکر شما خوبه. زنده باشیم. گپ بزنیم که مادر جان چند نفر خرج خوریم؟ 4 نفر. بله. خب پیار بچه ها چی کار میکنن؟ کراچی دارم. کراچی دارم. چند کار میکنن؟ 100 روپیه 80 50 میتونه کار میکنم بازار. خب چند مادر جان کرا میدیم؟ 15 سال. آخی خونه اینا که قابل ششتن هم نیه. خب اشته بیدم مثلا نمیشده میره برای شما میتر رایگان میدادم. دوست کردم نمیسای خونه بیام به خدا بیچی بدم بگفتم 500 کم کنم 1000 رقمش پیدا منم کم نکردن دیگه. بهم رقم ایشی هفته نمیفته به خدا روزا خیلی خطا مگر بیرش یک جای بشینه هفته سر همسایه برم هفته ببینیم. راست میگی. مادر جان پاک شما چیکار شده بود؟ پا من در خود که میتونم مایی بود چیکار شده بود؟ واکسین چیز زده بودم یا یعنی میتونه ضعیف شد با عمل کردم بهم غالب دادم آسا دادم. خدا آسا غالب را میده. قوت نداریم دیگه. نه قوت نداره رفتن. بسیار خوب. بسیار خوب. دو برادر که پیشتر گفتم به نام یوسف جان و یونس جان ناصری از کشور آلند همین مبلغ 6,000 افغانی برای شما روان کردن که ما جنس خریدیم. اینا رو آوردیم جلو ما هسته. چی خواهشی داریم از مردم به حق شما چکار کنن؟ خیر بینن خدا دستگیر آخرت آزارت از اینا از هر کس که بر کس کمک بینه از شما از هم مسلمونا بکنه خدا بند اینا رو خوار نکنه نی بی دنیا نی بی دنیا. زنده باشیم. تشکر خوار جان. بیشتر وقت شما نمیگیریم. من خدا واس همین برادر برای شما کمک کردم. خیر بین دست شما درد نکنه از اونم درد نکنه. خیر بین هم شما خیر بین هم اونا خیر بین. زنده باشیم. تشکر از شما. زنده باشین. بخیر باشین. بینندای نازنین به مثل از این دو برادر شما بزی مسکینا با ماه مبارک رمضان خیرات زکات داریم. البته اینا سرسایه روزه بود که بزی مسلمانا دادم به 3 فامیل 18,000 افغانی، نفر 6,000 افغانی ما خرید کردیم. 16 قلم جنس آوردیم بزی مسلمانا تسلیم کردیم. تشکر میکنیم از حاجی وکیل صاحب که واقعا زحمت کشیدم این شخصار برای ما معرفی کردم. تشکر میکنیم از شما حاجی وکیل صاحب. به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرید. پیغمبر ما بفرمودم که چو استادی دست افتاده گیر. جهان سپاس از شما که زحمت کشیدیم به این منطقه قریب نشین آمدیم و جهان سپاس از این دو برادر عزیز که از کشور هلند برای فامیل واقعا قریب و مستحق قمیته که معلوم میشه چیزی که در عیان است چی در بیان است. واقعا همیته یک فامیل فقیر هستم و که کمک کردم و خدا تعالی به شما موز بده که همچون شخصای داخل محیط منطقه جستجو میکنیم. خدا تعالی به شما عزت بده. خدا به زو برادر ما و این دنیا و این دنیا اونا رو خوار نکنه و هر برادر که کمک چیز داره. واقعا به منطقه محیط تمام افغانستان ما بسیار مردمان ضعیف داریم. از این فامیل ضعیفتر هم هست و باید این برادرها که خارج از کشورم به خاطر خدا
این دنیا و این دنیا خو هر سرسایه روزه دارم، زکات دارم، به این برادرها کمک کنم. جان سپاس از شما که تشریف آوردید. شما زنده باشیم. عجیب وکیل صاحب، ما شما خواهشمندیم که دیگه هم اگه میتون ناتوانا غریبا هستم برای ما معرفی کنید که مسلمانای خیر، خصوصا همشیرها، خیلی همشیرها خدای پاک خیر بده. یک همشیری ما از کشور آلند به نام بی اجی که دو بار باور کنین کمک کردم، اینا رو ببینم 100% بزین مسکینا و نگفته نمونه اجلالا ثواب خیر حرکت به خونه خدا جان دارم و بالخصوص به این دو برادر و او همشیره که شما نام بردیم من 100% دعا میکنم و خدا تعالی اونا رو هم حج خانه خدا نصیب اینا بگردانه و من کمک کردم هر دانه از این برای از او به او دنیا میلیاردها کمک بزو الله نازنین بکنه. به خاطر خدا به این مردم ضعیف قریب در بدر واقعیت کمک کنیم. د جان سپاس از شما که تشریف آوردیم بزنجی. تشکر از شما. خوش به حال شما که به جوانی به زود جای میریم. خدای پاک نصیب ما هم بکنه. خدای پاک نصیب از این دو برادر که یوسف جان و یونس جانه برای یک قبی به خدا نصیب از اینا مکه شریف هم بکنه. تشکر از شما. خیر ببینید. تشکر از شما جان. زنده باشه. ما دعا میکنیم به حق جمیع اهل اسلام و علی خصوصی برادرایی که از خارج زحمت میکشم و کمک روان میکنم به این فامیلان قریب. ما به این منطقه حدود 610 خانه زندگی میکنه. از 610 خانه 300 خانه همین رقم ما مردمان غریب داریم. اگر میتونید شما خانه به خانه دیدن کنید. تشکر جان سپاس از شما. طوری که پیشتر گفتم یوسف جان یونس جان از کشور آلند دو برادر که به 3 فامیل کمک کردم. به هر فامیل 6000 افغانی پول نقد کمک کردم که ما رفتیم خرید کردیم 18000 افغانی جنس خوراکی باب خریدیم که 16 قلمه از روغن 16 لیتر رو برنج و دشلمه و چای و پودر و ریکا و رب و شکر و غروت و نمک و مکرانی چای 2 رقم کچالو پیاز بانجون رومی که ما به اینا گرفتیم 16 قلمه، یعنی بدون از پیاز کچالو 3 قلم پیاز کچالو 15 قلم همین جنسایه که گرفتیم. مادر جان همینا از طرف دو برادر برای شما کمک کردم. خیر بینم بارک الله اینا زنده باشیم. گپ بزنین که چند نفر مادر جان شما خرج خورید؟ ما 3 نفر صغیر کم دارم، دختری هم دارم برسه بخونی خوار عروس کرده بخونی خوار خورفته. خب مادر جان این خونه چند کرا میدین؟ 1,500 بروجی 1,500 کلا میدین. خب همین نوناور خونه شما کی نمی بچگاه طفله؟ می بچگاه خورده. چند ساله؟ تا 15 سال خوبی دیگه میته. خب چه کار میکنه؟ همین تا گاهی بره کار بگیری بیای بکنه نه هیچی دیگه. خرج زندگی شما میشه؟ خوبه دیگه می همسایه اون گاهی به ما میتره نون پخته چیزی بکنم کمک چیزی پیرنر میکنم ها دیگه. خود شما نون پخته رخشویی میکنی به همسایه؟ بله. چند مثلا شما میدم؟ 4 تا نونی خود دادم دیگه، بیشتر کنم میدم دیگه. خب خیر با شما در جانان همین کار خدا واسطه داخل پلاستیکا اینا مسلمانا کمک کردن برای شما سرسایه روزه اینا البته بالکل خیر بینم. تشکر از شما. بینندای نازنین یک خونه دیگه مونده از شما خواهشمندیم که تا اخیر برنامه هم رای ما باشین که میریم ان شاء الله خونه رو هم تسلیم دیم باز با شما خداحافظی میکنیم.
بازم سلام دوباره دارم به خدمت شما بینندای عزیز. آمدیم به داخل یک خانه دیگه که با خدا باور کنیم زندگی از اینا میبینیم اشک آدم در میایه. ماه مبارک رمضان شما نگاه کنیم به برادرها، فرش این سراسه خونه داره، انمی خونه فرش کرده 4-5 چوکه موکیت، نصف خونه لیسک خیلیه، او خونه دیگه 2 تا خیلی اصلا فرش نداره، نه یک پرده داره نه یک شما نگاه کنیم دیوالش نم زده. در کنار یک مادر چوچه پیشدار پریشون مسکینیم. از طرف یوسف جان و یونس جان از کشور آلند، طوری که پیشتر گفتم بینندای عزیز به مبلغ 200 یورو که پول خورد کردیم، 18,000 افغانی شد که ما به 3 فامیل اینا رو سرسایه روزه گرفتیم، خریدیم اینا رو آوردیم به زی مسکینای غریبا. بینندای عزیز خدای پاک با حضرت و آخرت به شما مزد بده. یک سرار که ما میریم با سرار دیگر میریم، این سرار فراموش میکنیم، این سرار به دیگه جا میریم با او سرار فراموش میکنیم. از زور که یک دیگه غریبتر و پریشونتره. خداوند این دوباره 1000 سال عمر بده، خداوند اینا رو عزت بده که به این مسکینا کمک کردن. مادر جان ساعت شما خوبه؟ شکر سلامت باشین. برای شما خوبه؟ زنده باشین، سلامت باشین. گپ بزنیم مادر جان که اول بگیم خونه چند کرا میدیم؟ 2000 کرا میدیم. برو. خب چند نفر خرج خوری؟ 6 نفر خرج خوری. خب پیار بچا چی کار میکنن؟ کاش رنگ میده. پیار بچا کاش رنگ. بله آمیوب هم هسته. از پا خو. بله آمیوب از پا خو. خب گزاره زندگی شما میشه؟ خوبه دیگه. روز 100 روپیه 1.5 ساعت کار میکنم. خب 100 روپیه 1.5 ساعت مادر جان پول نون خشک شما کنه میشه؟ بله دیگه تیر میکنین دیگه. برو دیگه چیکار کنین؟ تیر میکنین. راست میگین. بله. تا حال کس هستی مادر جان به شما کمک هم نه تا حال کمک نکرده به ما کسی. راست میگی. خدای پاک به شما کمک کنه. خیر بینی. آمین الهی آمین. زنده باشین. 2 برادر، یکی به نام یوسف جان که پیشتر گفتم، یکی هم یونس جان ناصری، به شما انا خدا واس 6000 افغانی پول نقد روان کردن که از اینا یک بشکی 16 لیتر روغن خریدیم، یک بوجی برنج خریدیم و شکر استوندیم و نمک استوندیم، حتی پیاز، کچالو، بانجون رومی، پودر، شامپو، ریکا، روب، قروت، نخود نیه، لوبی، ماش، عدس، مکرنی، دشلمه، 2 رقم چای سیاه. خیر بینی. برو زنده باشین، سلامت باشین. خب بیننده فعلا خصوصا همشیرا خیری دارین که شما بیننده هم برادرها چی توقعی دارین به حق شما مسکینا چکار کنن؟ همین توقع داریم برو که برای ما کمک کنن. زنده باشین خواهرم. شما هم زنده باشین. تشکر میکنم از شما و از اینایی که کمک کردن. تشکر میکنم. خیر بینه. زنده باشم. برو. سلامت باشیم. تشکر. ان شاء الله هر برادر بینندای عزیز برنامه ما به اینجا به پایان میرسه. شما تا به فردا شب الله پاک میسپاریم. بینندای عزیز ما به شما میتونم مستقیم بگم یک افغانی پول خور برای ما شخص نبخشیم. هر برادر به مثل همین 2 برادر کمک کنم، سرسایه روزه، زکات، خیرات بدون از ماه مبارک رمضان به دست از این مسکینا ان شاء الله ما به مثل سند و ثبوت میارم که به حضرت و آخرت به شما مزد بدن الله پاک. هر برادر بینندای عزیز، شما شخصایی که خصوصا و کشورهای خارجیم، دل شما کباب میشه به خدا به تعزی خونه فرش نیه. شما نگاه کنین چند چوکه اونجا کلتگاکیه پردگاک بنداختم مجبوری. خب خیر بیشتر وقت شما نمیگیریم بینندای عزیز. تشکری میکنیم از این شخصایی که کمک کردن به این مسکینا. تا به فردا شب شما رو به الله پاک نازنین میسپاریم. خدا حافظ و نگهدار شما.